یگان توضیحات بدی عمر. کجا هستیم؟ ما در ایستگاه کلوسیو هستیم، جایی که نو افتتاح شده. این یک کمی جالب است. نه این جالبتر است. جالبتر است. بله. این کاست یک بنای نوشته شده، یک بنای هست که در روی زو چیزی نوشته شده در زبان لاتین. بله. مفهوم چی است؟ که یک کس به نام یک سناتور روم، سناتور به نام فابیوس پاسیفیلوس پاولینوس که کار پرفکتور را میکرده، یعنی در دربار فرمانده‌های روم بوده. از نیمه سده پنجم این آدم پس از اینکه به این مقام میرسه اینه میره میسازه. بسیار. و جالبی است که نام از آدم در خود کلوسیوم نوشته است در یک بخشش. به این معنی بوده که یک جای ویژه داشته در کلوسیوم برای نشستن. و این نشان میده مقام و والایی از این سناتور را. از یگان جای دیگه هم ویدیو بگیریم. بریم بیرون بریم. آدم های اولویه با حیوانات مبارزه میکردن، شاید به خاطر تامین غذایشان. بسیار جالب است. روم بسیار تاریخ